بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که ما شما اسم المؤمن الله سبحانه و تعالی را خواندیم، همیشه فکرتان باشه که هر نام از نامهای الله سبحانه و تعالی را ما شما میخوانیم. سعی کنیم ما براتون قاعده اساسی رو میگیم. یک نفر یک عالم بود، یک کس آمد پیشش و گفت که جناب خودت خوب بسیار عالم هستی، خوب قرآن میفهمی و سنت میفهمی، امی خلاصه دین بر ما در 4 کلمه بگو. خلاصه دینه در 4 کلمه بر ما بگو. یک قصه را براتون میگم. این عالم میگه این عالم چی گفت؟ این عالم برش گفت که نامهای الله سبحانه و تعالی را، اسما و صفات الله را یاد بگی و مطابق از او زندگی کن. این خلاصه دین. اسما و صفات الله را یاد بگی و مطابق از او چی کن؟ زندگی بکن. خب حالا مثلا ما و شما، یک کس از شما سوال میکنه که بسم الله الرحمن الرحیم، وقتی که ما و شما اسم المؤمن الله را خوانیم، به همراه از این چه قسم زندگی کنیم؟ ما و شما میگیم در جوابش میگیم که ما فهمیدیم که المؤمن از اسماء الله الحسنا هست. این دلالت میکنه به چی؟ اول فهمیدیم که الله به نفس خود شهادت میده به وحدانیتش، که الله سبحانه و تعالی در ذاتش، صفاتش، افعالش، عبادتش، نامهاش و احکامش واحد و لا شریک است. پس ما چون مؤمن، ما هم مؤمن هستیم به این، پس ما هم باید همین قسم شهادت بدیم و کسی را در ذات، صفات، افعال و عبادت الله و احکامش شریک نسازیم. نه قانون امریکا را که الله شریک بسازیم، نه قانون روس، نه قانون دیگران را، و نه در رکوع، نه در سجده، نه در عبادت بدنی، نه در عبادت مالی، در هیچ کدام کسی را شریک نسازیم. این رو فهمیدیم. چرا این کار نمی‌کنیم؟ به خاطر که المؤمن الله سبحانه و تعالی می‌قسم شهادت داره. دوم فهمیدیم که الله سبحانه و تعالی تصدیق میکنه و قول خدا و وعده خدا و بنده های صالح خدا. الله تصدیق میکنه، پس ما باید ایمان داشته باشیم که آنچه که الله سبحانه و تعالی میگه راست و حق است. متوجه هستین؟ و آنچه که بنده های مؤمنش به این ایمان دارن، این الله چی میکنه؟ تصدیق میکنه. از این خاطر ما باید با بسیار راحت زندگی بکنیم که عقیده درست و خوب عقیده قرآن و سنت است. خب دیگه چی هست؟ دیگه فهمیدیم که الله سبحانه و تعالی دعوت به طرف ایمان میکنه. پس وقتی که الله المؤمن از دعوت به طرف ایمان میکنه، به ایمانا که ما بنده های مؤمن الله هم باید به طرف الله مردم چی کنیم؟ دعوت بکنیم. چهارم بگوییم که گفتن که والذی، الله او ذاتی است که به طرف از او امن و آرامش نسبت داده میشه. الله هست که امن میده و آرامش میده. پس ما و شما اگر تکلیف روانی کسی داره، مثلا تکلیف روانی داره، در تابلیت روانی چی هست؟ ذکر الله هست. الا بذکر الله تطمئن القلوب. اگر ایمان قوی داشته باشی، به اندازه ببینین 5 50 60 70 80 تا 100، مثلا این ایمان است و این آرامش است. اگر ایمانت 5% بود، 5% آرامش داری. اگر ایمانت 50% بود، 50% آرامش روانی داری. اگر ایمانت 100% بود، 100% آرامش روانی داری. این سایکولوژی و علم نفس و علم روانشناسی اسلامی هست، مطابق اسم المؤمن الله سبحانه و تعالی. هر قدر که ایمانت بلند بود، به ما اندازه قوی آرامشت چیست؟ چرا؟ الله هست بر انسان امن و آرامش میده. دیگر فهمیدیم که الله سبحانه و تعالی هیچ کس را بالایش ظلم نمیکنه، چون الله ذات عادل است. المؤمن ذاتی هست که بالای کس ظلم نمیکنه. پس ما شما با این چه قسم زندگی میکنیم؟ میفهمیم که وقتی ما عبادت الله را میکنیم، اطاعت الله را میکنیم، به توحید خوب قائم هستیم و از الله توحید میخوایم و استقامت میخوایم، میفهمیم که الله سبحانه و تعالی حتما پاداش بر ما میده. چرا؟ الله سبحانه و تعالی بالای هیچ کس ظلم نمیکنه. و آخریش فهمیدیم که الله سبحانه و تعالی المؤمن است، یعنی ذاتی هست که مظلوما را نصرت میکنه. اگر کدام وقتی بالای ما ظلم میشه و یا ما مظلوم واقع میشیم، میفهمیم که حتما نصرت الله و کامیابی الله بر ما میرسه و با همین شکل زندگی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.